آیا میدانید که واتساپ چقدر قابلیت های مخفی و جالب دارد که ازشان بخبر هستید؟ اگر شما هم از جمله افرادی هستید که همیشه دنبال بهبود تجربه هایتان از واتساپ هستید، این ویدیو دقیقاً برای شما است. یکی از این قابلیت های مخفی واتساپ واقعاً شما را شگفت انگیز می کند. پس ویدیو را تا آخر تماشا کنید. سلام و درود دوستان عزیز، امید که جور صحتمند باشید. به کانال شبریز میدیا خوش آمدید. در این ویدیو با شما 8 ترفند شگفت انگیز واتساپ را آموزش میدهم که ازشان اطلاعات نداشتید و با دیدن این ویدیو تجربه جدید را به دست می آورید. پس کانال ما را سابسکرایب کنید. با سابسکرایب کردن کانال ما از اپ های کاربردی و مهم، بهترین وبسایت ها و جالب ترین ترفندهای موبایل و دیگر اپلیکیشن ها با خبر می شوید. ترفند اول: چی کسان پیام را در گروه مشاهده کرده است؟ در قدم نخست وارد واتساپ می شوم. حالا اینجا گروه معلومات اسلامی را انتخاب می کنم. وارد شدم. اینجا یک مسیج به طور مثال سلام علیکم نوشته کرده ارسالش می کنم. حالا بالاش کلیک میکنم و انتخابش میکنم. در بالا روی 3 نقطه کلیک کرده باز گزینه اینفو رو کلیک میکنم. در اینجا به ما نشان میدهد که مسیجی که همین حالا ارسال شده توسط این افراد دیده شده است. ترفند دوم: به صدا کردن تماس های ناشناس. روی 3 نقطه کلیک کرده روی ستنگ کلیک میکنم. در اینجا روی پرایوسی کلیک میکنم. حالا گزینه به نام کالز را پیدا کرده بالایش کلیک میکنم. حالا این گزینه سایلنس انونیمس کالرز را فال میسازم. وقتی که فال شود دیگه افراد ناشناس تماس نمیگیرند. ترفند سوم: افزودن مخاطب به هوم اسکرین. گفتگو را انتخاب میکنم. در بالا روی گزینه 3 نقطه کلیک میکنم. حالا روی گزینه اد چت شارکت اینجا انتخاب میکنم. باز هم روی گزینه اد کلیک میکنم. حالا دوست تا بروی هوم اسکرین افزود شد. از اینجا بک میشم. این همون گفتگویی است که به هوم اسکرین افزود شده. حالا بازش میکنم و سادگی میدیم ازش استفاده کنیم. ترفند چهارم: پنهان کردن عکس پروفایل. روی گزینه 3 نقطه کلیک میکنم. در اینجا روی گزینه سیتینگ کلیک کرده حالا گزینه پرایوسی را انتخاب میکنم. حالا گزینه پروفایل فوتو را انتخاب کردم. اینجا با ما 4 گزینه میده. ایوریوان تمام افراد میدن پروفایل ما را ببیند. مای کانتکت یک مخاطبان من. مای کانتکت اکسپشن تمام مخاطبین میتونن پروفایل ما را ببینن با جز این افراد را که انتخاب میکنم و افزود میکنم اینها نمیتوانند. و در گزینه آخر هم نوبادی است، یعنی هیچ کس نمیتواند همین عکس پروفایل ما را تماشا کنه. ترفند پنجم: ارسال تصاویر و ویدیوهای یک بار مصرف. داخل واتساپ شدم. اینجا یکی از مخاطب خود را انتخاب میکنم و داخل چت میشوم. حالا که داخل چت شدم روی گزینه که در پهلوی کامera است انتخاب کرده روی گالری یک عکس را انتخاب کرده روی گزینه یک کلیک میکنم. حالا اوکی را انتخاب میکنم. در حال ارسال شدن است. ارسال شده. از اینجا بک میشوم و وارد واتساپ بزنس خود میشوم. وارد شدم. این عکسی است که به ما ارسال شده است. یک بار مصرف است. بالاش کلیک کرده. یک خصوصی بود از او خاطر نشان ندادم. حالا دوست دیدین اوپنت دیگر مجاز دوباره ندارد که عکس باز شود. ترفند ششم: کاهش مصرف اینترنت در تماس‌های صوتی و تصویری. روی 3 نقطه کلیک کرده ستینگ را انتخاب کردم. استوریج اند دیتا را انتخاب میکنم. گزینه یوز لیس دیتا فور کالز را فال میسازم. حالا اینترنت ما هنگام تماس‌های صوتی و تصویری کاهش می‌یابد. ترفند هفتم: پنهان کردن آنلاین بودن. داخل واتساپ شدم. حالا روی 3 نقطه کلیک میکنم. در اینجا روی گزینه ستنگ کلیک میکنم. حالا گزینه لاستین ان آنلاین را کلیک کرده و در آخر 2 گزینه وجود دارد. ایوریوان که هر کس میداند که ما آنلاین هستیم و گزینه دوم است سیم از لاست سین و آخرین بازدید را نشان میدهد اما فهمیده نمی شود که آفلاین یا آنلاین هستیم در همین لحظه. ترفند هشتم: پنهان کردن استوری از بعض اشخاص. داخل واتساپ شدم. حالا روی 3 نقطه کلیک میکنم. در اینجا روی گزینه سیتینگ کلیک میکنم.
حالا روی پرایوسی کلیک کرده استاتوس را انتخاب میکنم. در اینجا 3 گزینه به ما داده است. گزینه اولش مای کانتکتس، تمام مخاطبین میتواند هیستوری را ببیند. دوم، تمام مخاطبین بجز اینی مخاطبین نمیتواند هیستوری را ببیند. و گزینه سومش آنلی شیر ویت، این گزینه به اشخاص خاص ما میتوانیم هیستوری های خود را نشان بدهیم و بقیه افراد یا مخاطبان ما نتواند هیستوری ما را ببیند. اگر ویدیو برایتان مفید تمام شده است، حتما این کانال ما را سابسکرایب کنید، زنگوله را فشار بدهید و روی گزینه آل قرار بدهید تا ویدیوهای جدید ما را از دست ندهید و همچنان نظرات پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید، چون برای ما خیلی مهم است و ویدیویی که برایتان پیشنهاد کردیم اگر مفید برایتان تمام می شود حتما بینندش باشید. تا ویدیوی بعدی، خداوند نگهدارتان.